الله الله ये नहीं सुनते मेरे मालिक नहीं सुनते अल्लाह नहीं सुनते अल्लाह अल्लाह तू जानते है मेरी बेगुनाही को कि आंखों में आंसू थे और वो जवाब ये था कि बेटी ये उम्मत का इम्तहान है ये उम्मत का इम्तहान है به مثل خواهر ما هزاران خواهر دیگر ما در زندانهای یهود و نصاراست که شب و روز یهود و نصارا بالا اینها تجاوز میکنن. وقتی از اونها حرف میزنیم ما را خود دهشتگر میگن، افراطی میگوین. چرا شما در مورد دکتر عافیه صدیقی صحبت نمیکنید؟ برادران و خواهران مسلمانم، چی فایده که درباره این خواهر قهرمان مظلوم خود حرف بزنیم در حالی که تمام حکامهای امروزی بنام مسلمان هستند و تحت فرمان یهود و نصارا به سر میبرند. هر چی که بادارانشان برشان دستور داد اینها تسلیم هستند، اطاعت میکنند. زمان چنین سخنان ما فایده دارد؟ زمان به خاطر دفاع خواهر و برادر مسلمان ما صدا بلند کرده میتونیم که ما حاکم مسلمان داشته باشیم، ما کسایی را داشته باشیم که غم خواهر و برادر مسلمان خود داشته باشد. خصوصا این حکام های طاغوتی امروزی بدبخت که شب و روز در دنیا پرستی و شهوت پرستی و رضایت و حکومت گفته دنبال رضایت یهود و نصارا هستند. در همین چند روز قبل یک خواهر ما به نام فوزیه صدیقی که خواهر دکتر عافیه صدیقی است، در زندان تگزاس امریکا بعد از تقریبا 20 سال با این خواهر در دیده و ستم دیده ما ملاقات بکنه. میگه بعد از 20 سال توانستم جگرگوش میگه بعد از 20 سال توانستم که خواهر جگرگوشی خود را ببینم. وقتی میگه از مرگ مادرم برش یاد کردم، گفت انا لله و انا الیه راجعون. شما فکر نکنید که ما درباره این خواهر صحبت نکردیم. بیشتر 7 الی 8 سال میشه که شب و روز در هر جایی که مجالس میباشه حرف از این خواهر میزنیم. کی است که بشنود؟ کی است که درد و غم این را داشته باشد؟ اگر کسی به خاطر اینها گپ بزند بر از او افراطی میگن، دهشتگر میگوین، در حالی که حقی خواهر ما است که صدا بلند بکنیم، از این دفاع بکنیم. 20 سال است که زیر شکنجه یهود و نصارا به سر میبرد. چندین مرتبه از یهود و نصارا، از دشمنای الله و رسول باردار شده. این ما هستیم که غیرت نداریم، بی غیرت شدیم. از وقتی که مسلمان ها حاکم ندارن، بی حاکم هستن، مسلمان ها همش در بی غیرتی به سر میبرن. مثل خواهر ما عافیه صدیقی هزاران عافیه صدیقی های دیگر در زندان ها هست. و مثل خواهر ما هزاران خواهر دیگر ما در زندان های یهود و نصارا است که شب و روز یهود و نصارا بالا اینها تجاوز میکنن. وقتی از اونها حرف میزنیم ما را خود دهشتگر میگن، افراطی میگوین. فقط یگانه کاری کرده میتونیم دعا بکنیم که یا الله خواهرای ما را خودت بالایشان رحم بکن و وسیله رهایی آنها را از زندان آماده بساز. و دکتر عافیه صدیقی یکی از خواهرای ما است، یکی از دانشمندای هستوی پاکستان است. سبحان الله که دکترا در بخش عصب شناسی داره، آنقدر علمیت و آنقدر دانایی داره که گفته میتونیم افتخار اسلام است خواهر ما. فقط دعا بکنین عزیزان در حق خواهر مظلوم. 20 سال است که در زندان امریکا به سر میبرد. آیا این حقوق بشر هست؟ اینا داد از حقوق بشر میزنن. 86 سال به کدام جرم بالای این خواهر ما اینها حکم کردین که 86 سال باید در زندان باشه؟ خواهرش میگه که وقتی دیدم، میگه اصلا میگه گوشت در بدنش نمانده بود. فوزیه صدیقی خواهر دکتر عافیه صدیقی میگه
سالهای قبل که عافیه صدیقی در تلفن با مادرم صحبت کرد، گفت مادر من پیامبر صلی الله علیه و سلم را در خواب دیدم. بعدا از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من به چه جرم زیر شکنجه کفار و مشرکین به سر میبرم؟ پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میگه برش، میگه که تو جرم نداری عافیه. عافیه صدیقی باز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله وقتی که جرم ندارم چرا اینگونه زیر تجاوز و شکنجه دشمن قرار دارم، دشمنای الله و رسول؟ یا رسول الله این امتحان ما چه وقت تمام میشه؟ میگه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم اشکش میگه ریخت، گفت ای عافیه این امتحان تو نیست، این امتحان امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میگه وقتی که این گپ زد، بعد میگه تلفن مادرم با دکتر عافیه صدیقی قطع شد، دیگه اصلا صدایش نشنیدیم. ببینین که واقعا این امتحان امت است که امت چقدر امروز باید رنج بکشه، درد بکشه به خاطر این خواهر.